نگیر دیگه، من نمیدونی گوسفندیم. گوسفند پسرم بوده ها. بگی حیوانی یواش یواش. پسرمونه این بخشی غلامم. آقا بس اینم من بهت بگم آقا، دم همه اونایی گرم که قوطی آرزوی ما رو باز کردن، وگرنه ما جز دست سومی بودیم. مخصوصا این بابا چرا دستبندی میکنی؟ نگی داداش میگه بودو دیگه. اوه حالا من چی شده؟ چی شده مگه مشق کنیم که همه آدم منتظرن؟ آقا تو به کار خودت برس، من به کار خودم دیگه. این مشتری مداریه، نگاه کن ببین خوش اومد بشین اینجا رزرو. برو بفرم. خیلی خوش اومد بفرم. سفارش تلفنی آماده شد منوش. برای شما که رفتید کار حضوری ها بشه دست درد نکنید. مشتری آوردم براتون. راست میگه. بیا شما میگی اینم یاد میگیره. اول مشتریای حضوری رفت گوشه بده. یعنی چی مرد اسم دیروز مگه ندیدی؟ من خود من یا همین امروز پریروز من دو سه ببخشید حساب ما چقدر میشه؟ من که معلم حساب نیستم ولی شما همه رقم میتونید من حساب کنید. کلی عثمان یه لحظه بابا جلوی مشتری حرف نزن. مشتری معذرت میخوام یه لحظه من نیاز میخوام از حضورت یه کاری بکن. حاجی اومده بدبخت شد. چی حاجی؟ تو حاجی چرا من بشین؟ جون من حاجی. چه حاجی اومده؟ یه لحظه بشین الان دایتون میکنم بریم. یه لحظه. مالوچه حاجی اومده. خانم‌ها توجه کنن. خانم‌ها توجه کنن. ببینید اینجا از نظر وزارت بهداشت یه پیتزا فروشی نمونه انتخاب شده. الان مأمورش داره میاد، ما شرایط ویژه داریم. حضار محترم برای ورود و سلامتی حاج آقا صلوات دشمن شکن بفرست. محمد. سلام حاج آقا. آقا غلام من میرم. انشالله بعد از نماز مغرب و عشا من خدمتتون عرض میکنم چی شد. چشم شما بفرمایید. مادر شما هم عین مادر ما. خدا خودش ما رو آفریده، خودش هم اینجوری با ما حال میده دیگه. دست شما در نکنه. بفرمایید شما. بفرمایید. سلام علیکم حاج آقا. خسته نباشی. خسته چیه حاج آقا؟ سعادتیه برای شما کار کردم. کاروبار چطوره؟ به حمدالله حاج آقا همه چی خوب. الحمدلله. بیا این پیشت باشه. این کلید کجاست؟ این کلید خونه منه. میخوام این پسرعموی فاسد فاجر چیزی نفهمه. دارم میرم زیارت. قبول باشه آقا. به سلامتی کجا؟ ریا نباشه عتبات. به حالا خب من باید چیکار کنم آقا؟ میخوام هر روز بری به خونه من یه سری بزنی، ولی این پسرعموی فاسد فاجر این نفهمه. چشم. میری به گلدون آب میدی، وقتی هم که داری میای بیرون یه چراغ روشن میذاری. خونه ما رو که بلدی. بله آقا وقتی آقازاده ایران بود یکی دو بار پیتزا بردم براش دیگه. حیف اون پیتزایی که برای اون بردی. خوب نبود؟ اون اصلا پسر من نیست. چرا آقا؟ واسه خودتون حرف در میاد. یه جوری شبیه خودتونم هست. اصلا نمیخوام اسمشم بشنوم. من اسمشو نبردم. ولی آقا راستش چی بود؟ هیچ نگو. سیدیاش چشم آقا. با انگوری
سوار ملک بادی میریم پیش سواری. آقا انگار آرشیتکت برج میلاده. اینو بردار. چه عزیز من؟ تموم نشد؟ خود میدونی مرمت از ساختن سخت‌تره دیگه. خب من این مرمت آثار بستانیه. آره برج پیزاست. بعد صاف و صوف بشه، نباید کج بشه، نباید بفهمن دست خورده است. خب این همه بردی من فهمیدم. نه پس اون دفعه اگه من تشریح نکرده بودم که خب فهمیده بود الان طلاق گرفته بود، تو الان داشتی زار گریه میکردی. هنوز بنده خدا فکر میکنه پیتزا خود یعنی هر تیکه شاید یه چیزی بشه. چی نگو. آخه بدبخت. ببین آماده کن دارم زنگ میزنم. یا میبینی ریزوازیش واسه ماست، اشغال و نامزدبازیش واسه آقاست. اینقدر قور نزن. ببین سلام منو به الهه خانم برسونا، یعنی سلام مخصوص برسون. یه لایه سلام، یه لایه سوس، یه لایه سلام، یه لایه پناه، یه لایه سلام. 2 دقیقه بی زحمت خفه شو. 2 دقیقه خفه شو. نه با تو نیستم. با مشتری بودی. با مشتری. خواب با مشتری. ساعت 4 شده. گوشتت نی؟ نمیخوای نهار بخوری؟ میخوام کوف بخورم. مگه چی شده؟ ملوک داره اینجا رو میفروشه. مال خودشه بفروشه. بی تو چه؟ بفروشه که من الهه جایی نداریم زندگی کنیم. باید بریم تو چادر، تو سرما آنفولانزای نوع ای بگیریم، بمیریم تا بمونی بی کس و کار. آقا زندگی همینه دیگه، بالا پایین داره. بعدشم قرار نیست که تا آخر عمر بریم تو چادر. تمام مسافرن؟ نه بابا. ها؟ بالاخره من یه فکری میکنم دیگه. اگه می‌خواستی فکر کنی تو این 7 سال می‌کردی. تا الان رفتیم سر خونه زندگیمون، ملوک هم جا رو میفروخت به درک، اینطوری نمیشد. اوه والا یه کار، حالا کجا بفروشه؟ الهام بیا دیگه، ملوک بازم میخواد فال بگیره، قهوه میخواد. زنگ میزنم بهت. دارم حرف میزنم دیگه. اون سلام منم برسون دیگه. چی شد اونا میان یا من ببرم؟ نه بابا میگه پیتزا نمیخواد. در اینکه ملوک میخواد اونجا رو بفروشه کارگاهو. خب بگو بیان اینجا. آفرین مطور خودمونم دیگه باید بریم بیرون دیگه، چون حاجی با تیپا میندازه بیرون ما رو. خب نمیدونی به دختر مختار حساسه؟ حاجی هم طالبان که نیست. بگو آقا دختر کنار خیابون که نمیخواد برداری بری، زنته عقدیته، میگه جا نداره چند وقت پیش من. بله الهام عقدی، ولی الهه رو عقد نکردم ها. حرف دهن تو بفهم ها. ما اونو میخوام عقد کنم ها. بگو اینا رو. تو عرضه این کارا رو نداری که. زن منو دست بزن یا آستمون پاره شده، فقط تو زن گرفتی. نه تو هم قرار بگیری. یه دفعه سلام نرسونی دهن تو رو خون میکنم. چطوری الهام؟ ببین احسا جوش میکنی صدا چجوری؟ سلام عمه. از کجا زنگ میزنی؟ قبرستان. کجا دارم زنگ بزنم؟ از دکان دارم زنگ میزنم دیگه. سعید خوبه؟ کجا سعید خوبه؟ همینطور قصه میخوره، لاغر شده پوست استخوان. چقدر به من طاقت دارم مریضی اونو مردن اونو ببینم. هلایی بمیرم عمه. هر جور راحتی میمیریم بمیر زودتر، اما قبل از مردن یه کار انجام بده برای من. جانم در خدمتیم. ببینم من از وقتی که سعید از سرباز اومده بابای فلان شده، اون منیجر رو میگم نمیذاره بچم جیفشو ببینه. یه دونه زدم. چته پرپر میزنی؟ خبر مرگت حرفت بزن. بابا داره میگه که با کی حرف میزنه؟ کی دارم که حرف بزنم؟ با برفرینم حرف میزنم. ببینم چی میگم، گوش بده. امشب یه بلیط خریدم باید حرکت کنه به طرف آرژانتین. چون همه؟ خب بگو اگه رفت اونجا یه عکس با مارادونا بگیره برای ما بفرسته، با تیسو هم دید با ما بندازه برای ما بفرسته دیگه. اون یاره که من نمیشناسم اومد اینجا، خودت بهش بگو. پروازش از تهرانه؟ پرواز مرواز چیه؟ اتوبوس خودش میاد آرژانتین. من نمیدونم. بهش 3 میلیون بدین، هر موقع رفت صدا سیما خودش جبران میکنه. نه ترسیم پولشو بدین. من دیگه پول تلفن ندارم بیشتر از این. اما 3 لوده. یکی میاد. کیه؟ نمیدونم اما حتما میاد. خوشتیپه؟ آخ آره، خوشتیپ، خوش هیکل، پولدار، با معرفت. آفرین همینه، خودش من دنبال این میگردم. یه گل روزم اینجاشه. میگم که بگو کی دقیقا این اتفاق میفته، شاید من اینجا رو نفروختم. بذار دقیق بگم 6 هفته یا شایدم 6 ماه، 6 سال یا 60 سال. خب پس مبارکه.
میدونی که اینجا مشتری داره، دارم میفروشمش. بفروشی و فرار؟ نه خیر، بفروشم پول جنابالی رو بدم شرت کم. آها، پس تا اون موقع ما چی کاریم؟ طلبکار. منظوری که هر جا که دلمون بخواد پامونو میذاریم. ببین آقای نسبتا محترم، اینجا محل کار منه، من آبرو دارم. اگه آبرو داشتی که چه که بی محل نمیکشیدی؟ میکشید؟ نه. بفرما. اگه نداشتم که میدادم باباتونو در بیارن که حرف پدر بابا من با این حرفا کاری ندارم. الان اون چک دست منه، منم زمان زیادی ندارم، پولمو میخوام. همین. منم گفتم چشم، فقط وقت میخوام. همین. الهام میخوای برم یه ساندویچ همبرگر درست کنم برات؟ نمیخورم. هات داگ با پنیر، هات داگ بی پنیر، نه پنیر خالی. خب آخه هیچی نمیخوری زخم معده میگیری که. بالاخره که چی ها؟ 2 روز دیگه بیکار میشم دیگه، نه صبحونه دارم بخورم نه نهار نه شام. زخمه میشه سرطان. بعدم پولم که نداری منو ببری دکتر که. میافتم گوشه خیابون مردم باید جمع کنم ببرم بیمارستان. باز باید عمل کنم، پول عملم نداری بدی. و داری کلیت بفروشی خرج عملمو بدی. ان شاءالله میمیرم زیر عمل. تو هم میمونی با یه کلی بی زن و بچه‌و بدبخت. رومانش خب اینا رو از کجا آوردی؟ دروغ میگم؟ خب مولکینای مال اموال داره، چرا که داده مزارش رو بفروشه، بره خونه و زمینش رو بفروشه؟ تور و تاج و لباس عروس رو نمیتونه ببینه، میبینه حالش بد میشه. خب اصلا شاکر قلمه. حالا بشین قصه بخوری، اخم کن، چاک بیفته وسط پیشونیت، پس بعد سگدو بزن دنبال شوهرم، یه خواستگاری هم که داری از دستت بپره. فهمیدی؟ راست میگی؟ نه پس. چیه تو انقدر سرفه میکنی؟ باز خدا رو شکر این دفعه شنیدی، اون دفعه که جیگرم از دهنمو زد بیرون. حالا چیکار داری؟ چی با کیلو بده درو قفل کنم؟ تو جیبمه. آخه درو قفل کنی ما چجوری بریم بیرون؟ والا اما که میاد گیر میده، خواستی میری من درو پاهم میکنم. راست میگه. این سوچه ماشینه؟ اینو چرا برداشتی؟ ماشین داری؟ اون کلید کجاست؟ خب هیچی پیدا کردم، بده من اینو. های پیدا کردی بزنم رو در بگم آقا این گم شده. بابا لازم نکرده. آها پس پیداش نکردی. میمون همه چیزی که من باید به تو توضیح بدم. آخه جوون نادون، آدم اول زندگی مشترک چیزی از همسرش پنهان میکنه، اونم همسر دستگونی مثل الان اصلا بده من ببینم. بفرمایید. این مال کجاست؟ تو که داشتی گریه میکردی تو. دستمالام تموم شد. حرفو عوض نکن، میگم این مال کجاست؟ این که مال دوستم. خب دست تو چی کار میکنه؟ ها؟ نکنه مواد مصرف میکنی؟ گفتم این مدت قیافت تغییر کرده، هی چایی میخوری، چرت میزنی، بیچاره معتاد میشی، بعد پولشو نداری، بعد بری قاچاق کنی، جوونای مردم بدبخت کنی، میگیرن دارت میذارن، من اول جوونی بیوه میشم. فقط به طالبان وصل نکرده، حال کردین؟ همش تقصیر توئه دیگه. اگه به جای این کلید اون یکی رو برداشته بودی الان همش تمام بود، این حرفا پیش نمیومد. چی تموم بود؟ یعنی می‌خواستی به من دروغ بگی؟ الان باید بفهمم ترکت بدم بیچاره، نه وقتی کارتون خواب شدی. این حرفا چی برای خود میبری و میدوزی؟ خب شغلش اینه، چرا کی؟ غلام یه دقیقه تو حرف نزن. حرف نزن دیگه. تو حرف بزن، بنگی. چشم. ببین عزیزم، این کلید خونه یکی از دوستام خب رفته مسافرت، اینو داده به من یه وقتی برم اونجا آب بدم گلدوناش. به این میگم مکان، میره اونجا هریون میکشه. جیتا لال شو. بدبخت تو زن داری این کارا چی میکنی؟ خاک تو سر تریاکیت کنن مافنگی. تو چه ربطی داره میگی؟ اون کلید بده من. بعد تو شما اون کلید بده به من. کلید میخوای چیکار؟ بریم تتوشو در بیاریم الا خانم. نمیتونی تا آخر اون که با شک زندگی کنی، میتونی؟ دروغ میگه، اصلا این ربطی نداره که. الان میدونی اصلا ساعت چنده این بیخود از خوش تازگی. اصلا تو با چی میخوایم تا اونجا بریم؟ با موتور. خب الهی وقتی میگم باشین دیگه. کجا مثل بچه گرو سرتون انداختین پای میری؟ من یاد دوست بلد شما. غلام غلام کو؟ پیاده شید. شما هم پیاده شد دیگه. متوجه پیاده شو بخشه یه پاراست خجالت میکشه. دیگه. اینجاست؟ نه 5 تا کوچه بالاتر. خب همینجاست دیگه. چه حالتیه؟
حالت وجده دیگه، چه مکانی داره حاجی؟ بله، اینجا ورودی آشپزخونه است، اینجا ورودی استخر سوناست، اینجا این راپله میره. در واقع اینجا الان حال و پذیراییه. شما دقت کنید اینجا معماریش معماری بارتانیسمه و در واقع ضد زلزله است. خونم که خونه تریپلکسه. شبا اینجا تنها نمیترسه؟ حالا همه اینجا سوال دارن ها. ما مهم اینه که خیالت راحت شد. دیدی دروغ مروغ نیست حرف من. از کجا معلوم اینجا خونه حاجیه؟ یه دونه از عکساش به دیوارا هست؟ حالا حاجی عکسشو به دیوار نزده، اونم من جوابگو بشم. بابا زنت دیگه الان شک داره دیگه، بریم بگردیم یه چیزی از حاجی پیدا کنیم اینم ویرش بخوابه. اوه منو چه؟ بیا بالا. حاجی تو درد از آب در اومده، یه چیزی ازش پیدا کردم. اوه بیا بالا بیا. اینا چیه تو برداشتی دستت؟ اینا مزغونای حاجیه. وقت من میگم اونجا جون میده واسه عروسی بگو، نگاه کن سازه دوقلوشون هم براست. سس رو بریز رو خمیر، سوسیس کالباس با پنیر، فلفل نمک قره قرود، میشه یه پیتزا مخلوط. پیتزا مخلوط، پیتزا مخلوط. خانم پیتزامون هاته، بگو که پول باهاته. اگه که پول نداری اینجا جایی نداری. ربط شکم به پوله، بی پولی شاخ قوله. تو که خیلی پول داری کسی رو دوست نداری. سر کیسه رو شل کن، یه خورده پول بلو کن. بریز به باش نمیخوام، لنگم واسه دوتا با. تو جیبم تارن کبود، مخم میکشه هکسو. موتوری سمت راست توقف کن. با احتیاط بزن کنار. آقا من نبودی آقا من نبودی آقا ما نبودی. چک کجا میرفتیم؟ نمیرفتیم، داشتیم برمیگشتیم. گواهینامه کارت موتور. گواهینامه کارتون. شما پشت فرمون بودید؟ نه در واقع ایشون ترک موتور بود، ولی چون میترسید عقب بشینه من گفتم اینجا بشینه دم دست باشه. کارت و موتور و گواهینامه که نداری. کلاتون؟ من که کلا دارم. کلات کو؟ کلا میگه کو؟ آها دو تا کلا داشتیم، کلا گذاشتیم سر اینا دیگه. با همین نسبتتون؟ خب این زنمه، اینم خواهر زنمه، ایشون با این در شرفن. دقیقاً دست شما در نکنه. مبارک باشه. گواهینامه دارین؟ بله خیاطی. اتفاقا سرکار کارشون رو حرف نداره. این موقع لباس شبیه دکولته چیزی خواستن بچه‌ها دستشون تو موتور رو میگه. آها اونا که علاقه‌مندن. اتفاقا الان داشتیم بهشون یاد میدادیم شما اومدین. بله معلومه. شناسنامه. راستیتش کارت سوخ همراهمون اگه راست کارتونه که آقا بعدش هم که آدم عاقل شناسنامه‌شو دستش نمیگیره این ور بره. شما الان خودتون شناسنامه‌تون همراهتونه؟ اوه کارت ملی هم دارین؟ گوشه. خوردی؟ بریم کلانتری همچی مشخص میشه. بریم تو کلانتری سرکار خواهم همینجا عقد کنین 4 دست پا من مهر کنین من راضیم. آقا خود شما 4 نفرین به زور جار شدین. جا تنگ میشه. شما آدرس بده ما میایم دیگه. خود ما رو نبرین کلانتری. الان ما رو میبرین بعد اعتراف به جرم کنیم، بعد ما رو میبرین تلویزیون، اونجا ما رو شطرنجی میکنن از رو صدا. شما لازم نیست. آقا اونجا که آدمه با هم بودیم ما. میره برم. بگوسم یه تیک. سرکار اجازه بدید برن. بچهای خوبی انا. بچهای نفهمی هستن اما بسیار فهمیده. اجازه بدید تشریف ببرن. امشب که اینجا مهمونن. فردا میرن دادسرا. برو دنبال کارشون. نه دیگه دست شما در نکنه. ما رو همینجوری سرزده آوردین، تدارکم ندیدین. شما خودتون هم کم میاد. ساکت باشه. وقتی جناب سرهنگ میگن ساکت یعنی ساکت. من سربان هستم. نفرمایید شما الان برای ما تیمساری. یه لحظه واسه. آقا اینجوری برخورد میکنه که ما قتل نکردیم، یه نفر نکشتیم که. بعد اگه بحث گواهینامه باشه، گواهینامه رو بنده خودم دارم من. چه؟ حالا تو بدون حرکات موضوع توضیح ندی و دست قلم میزنم دیگه. آقا بعدش اون موقع که بچهای شما گرفتن ایشون جلو نشسته بود. بعدم از لحاظ اصول شهروندی درست است که با شلوار پاره ترک موتور بشینه. کارت موتورم که نداری. از کجا معلومه سرقتی نباشه؟ نه آقا موتور مال حاجیه، کارتش هم پیش اونه. هفته دیگه خوش برمیگرده، یالا مسافرت. درسته؟ بله موتور مال پیتزا فروشیه، باش پیتزا جابجا میکنن. اصلا یکی از سربازاتون هم یالا بفرستیدم در ادم 2 تا بوکونه بوی پیتزا میده موتور. قشنگ معلومه. هر چی میخواد بده. امشب اینجا مهمونی. آخه کی با شلوار پاره میره مهمونی؟ ببین اگه تو یک کلمه دیگه حرف بزنی 60 تا سند منگوله دارم بیاری امشب نمیذارم. راست میگی پسرمون دیگه. دو دقیقه تو حرف نزن دیگه. من امشب با میترا خانم صحبت میکنم، شاید مخش زدم تونستیم سند بگیریم. بفرما سندم جور شد. ما الان میتونیم رفع زحمت کنیم بریم. سرکار تیزبین دستشونو واکن. خدا از مأموری کمتون نگیره. نوکریم. خیلی ممنون. بازداشتگاه
جناب سرنگ دستم این یونیفرمتون. تو پسرمون مهمون میاد غیر از ما هیچ کس نداره باور کنید. باور کن ما قوممون اصلاح نشده است. حرف اضافه نزن. بازداشتگاه. بریم بازداشتگاه. چش. بفرم کرون که میگن اینه. گفته بودم اگه برگرده دوباره غمیره از دل تاریکی میمیره. بعد از اون بی تو نشستن های روزی دسته سردم و دست تو میگیره. اومدی اما دیدم دست تو سردی. شما آقا سعیدی؟ از کجا میدونی؟ هستی یا نه؟ من اومدم دنبالت که با هم بریم. کجا؟ مطمئن باش جای بدی نمیبرمت. من مطمئنم که شما منو جای بدی نمیبری، ولی خب میترسم نامزدم بفهم آخه. بعدم باید اینجا باشم چون یکی قراره بیاد دنبالم. ببخش. ای بابا خب من اومدم دیگه. دقیقه وایسا. ولی اونی که میخواد بیاد دنبالم یکی دیگه شه. خب من نبود غلام همیشه بیان دنباله. تو راننده شونی؟ برشون مشکل پیش اومده. من اومدم. بریم. بجون دیگه. حالا که اینو ولمون کردن تو گیر دادی نمیای؟ خب تو چشه؟ نه بابا از زور زدن فعلا پشت رو شده. چه ربطی به چشت داره؟ این دفعه 18 هم رفتی تو ها. خب خوبه تا بیکاری در اومد اینجا چوب خط میزنه چی گیری به ما میدی دیگه. تا حالا چیزی هم خوندی؟ فراوون خیلی. تو شهر خودتون؟ نه تو همون. آخه آدم نبا خودش معطوف کنه و همه جا بخون. منظورم مثل مردمه. اتفاقا یه بار که عمو فوت کرده بود سر قبرش کلی خوندم مردم اونجا بودن. یعنی غمگین میخونی؟ نه اصلا غمگین نمیخونم. من یه سبکی واسه خودم دارم. منتها دیر آلبوم دادم بیرون. این ساسی مانکه ازم دزدید اون زودتر خوندش. خدا لعنتشون. بیا منو چچو. بگو فقط اینجاشو خوب ساسون بزنه. اینجاش خیلی حساسه. خوبه توش نیافتادی تا حالا. یه شلوار دیگه بدوزی فکر کنم زودتر آماده بشه. تو اگه بلد بودی فکر کنی یه فکری به حال خودت میکردی. اونم خوبه. گوشی زری ننس. حرف بزن. شنیدی صداشو؟ نه اونجا بودم ولی الان سوار یه وانتی شدم دارم میرم. خیلی هم خوشگله. نمیدونم اونا که نیومدن ولی یه خانمی داره منو با خودش میبره. نبره یه موقع دختره پسرت بلا بیاره. نه بابا اصلا به قیافش نمیام. خیلی کوچولو موچولو. این جاسویی چیه؟ تربیت. خب واسه یه شوهر پیدا کنیم دیگه. آره آگهی بده روزنامه شوهریابی پیدا میشه. ببین اگه زن بخواید من 100 تا واسهتون ردیف میکنم ولی تو این بابای کم شوهر از کجا میخوای الان پیدا کنین؟ تو فنجون قهوهش پیداش کرده. قدش بلند، پولدار، رمانتیکه، یه گل رز قرمز میزنه اینجاش براد پیتو میخواد واسه خودش کلا. خب اینو که میگی مال منم هست. یعنی خصوصیت منه. فقط حیف که اختلاف سنی بیداد میکنه. حیف. آقا سعید چی شد؟ ببینیم کجاست. آفرین فقط تو زر نزن. ببین وقتی شوهر دم دسته آگهی برای چی؟ عزیز من گفتم روی کل من واسه این کارا حساب نکن. من نیستم فهمیدی؟ ملوک کتارا میشناسه. بابا سعیدو میگم. کدوم سعید؟ بابا سعید عمه. سعید عمه خودت چه در این کارو میکنه؟ کجاش رمانتیکه؟ کجاش پول داره؟ تو چیکاریم؟ بعد روش کار کنیم. کجاش کار کنیم؟ یعنی منظورم اینه که سعیدو طوری درستش کنیم. یعنی همونی بشه که ملوک بهش بله رو میگه. ول کن آخه اون نامزد داره خودش. آره بابا کجا؟ نه به داره نه به واره. اصلا من روش کی رو میخوام؟ میدونم بعد تازه اون اینا نمیخواد که. بعدش هم فقط فیلمه. ما بله رو بگیریم هی امروز فردا میکنیم. ملوک اینجا رو نمیفروشه. اینا میمونه سر خونه زندگیشون دیگه. بعدش هم ببین من اگه ارزه دارم میدونم چیکار کنم. خب همین دیگه. من الان رو ارزه تو شک دارم. فهمیدی؟ نه شک ندارم. میگم چون تو میتونی این کارو انجام بدی میگم انجام بده. سعید میگم باور کن. دیگه چیزی نمی‌خوری پسرم؟ نه من دیشب تو اتوبوس خوابم نبرد. وقتی هم بیخوابی میکشم مثلا نمیتونم دیگه غذا بخورم. اشتهام کور میشه. مطمئنی الان اشتهات کوره؟ نه خب پسرم من الان تو سن رشد آخه. نه تو کجاش تو رشده؟ این نوشابرم میخورم برای اینکه واسه حنجره خیلی خوبه. چطور؟ و وقتی آروغ میزنم اصلا حنجرم جلا میده. وقتی چه میزنم صدام تا 7 آبادی اونورترم میره. ولی کار خوشمزه ای داری. دوستش داری نه؟
حالا کی میرین سر کار؟ خب سر کاریم. اگه منظورت اینه که کی شروع کنیم وقتی کرکرا رو بکشیم بالا. کجاش باید بخوابه؟ همونجا رو به قبله بخواب که اگه مردی بلاف سفید فقط بکشیم بود. بیا. نه. شاید میمندم نفهم. میشه بوستان میمونه بخوابه دیگه بیدار نمیشه. بگو قول قضیه رو بکن دیگه. چیو بکنه؟ نه منم میگه لباسام بکنم که منم بخوابم. با چیه بابا قول قضیه رو میگه آدم ما مشکل داریم. این سعید جون ما مشکل داریم. آره ما مشکل داریم که تو اینجا کار کنی تو پیتزا فروشی، چون تو هنرمندی. حیفه که بیای اینجا. ما رو میبینی ما علافیم. آره. ولی کسی نمیشناسته. کسی هم تحویلت نمیگیره. کسی هم اصلا با تو کاری نداره. ولی شانس آوردی که فامیل مایی. بگو خب. همینم برات کافیه. چرا؟ چون کلید خواننده شدن تو دست زنی که ما اونو میشناسیم. خب بریم ازش بگیریم. چیو؟ کلیدو. نه دیگه. کلید دل اون خانومه. باید بری دل اون خانومه به دست بیاری. یعنی باید مخشو بزنی، تورش کنی. یعنی یه جوری باشه که بفهمه تو عاشقش شدی دیگه. من که زن دارم. ای بابا تو هنوز عقل نکردی میگی زن دارم. اینجا هر دوم دو تا زن دارن. نمیگم ما زن داریم. آره زن میکنه. اصلا زن و ازدواج چیه؟ خود ازدواج چیز بی خوده. بعدشم من 7 سال عقد کردم هی میگم زن دارم. تازه یکی بهتر پیدا بشه 2 سوت بلند شدم رفتم گرفتمش. آها آفرین. چه سوال خوبی پرسید. برای چی نمیدم بگیرم؟ چرا تا حالا این کار نکردم؟ به خاطر اینکه من با این 7 سال با عشق من نفس کشیدم. شاهده. چه عشق کجکوله‌ای داری؟ شما چطور؟ مگه با دماغ نفس نمیکشی؟ خیلی نفرمه. نه با دهن نفس میکشم. آها خب میگه خب میگه که یعنی خب راه رسیدن به آرزو تو پیدا کردی. باید بیافتی تو آره داداش تو با ما باش ما راحت میندازی. نهایتش یه دونه دسته تیغ و یه کاسه پودرتی. نه جونت من میترسم. دار جون من یه لحظه وایسا جون من در به چی شدی؟ او اتپه که نمیاد. خب اینو دیگه برداری. خیلی وقت ناراحت نشم من سیبیل ندارم. ببخشید. ای وای آقا سعید چقدر خوب شدید. من فکر میکنم تا مولوک ببینتتون رو بله رو بگید. بله خب اون که چه ربطی داره مگه به ظاهره آخه با؟ اصلا ظاهرم خوبه. نه بابا اگه به ظاهر و قیافه باشه باید به عقل همین الهام خانم هم شک کرد. به همین قیافه بله رو داده. چشه؟ خوش تیپه که. راست میگه. تو خود 7 سال پیش من یادت نیست؟ 115 و 125 بیرون اومدن من ممنوع کرده بود. چرا؟ بس که پوستر من قش میکردم خودش کفش میبرید. راست میگی؟ آره جان گناه. تو سنت قد نمیده. نه ولی به این حرفا نیست. باید یاد بگیری مخ بزنی. چی بزنم؟ مخ دیگه همونی که نداری. نفهمیدم. به از من باید بلد بشی راه بری، حرف بزنی، صحبت کنی. این که بلدی نمیخواد. من همین الان تا اینجا رو اومدم. چرا میخواد دیگه؟ بابا حرف زدن با زنا فرق میکنه. چون اونا به چیزی که تو میگی اصلا اهمیت نمیدن. چرا؟ به خاطر همون یرا. چون تو براشون مهم نیستی. مهم خودشونن. پس باید بذاری خودشون حرف بزنن. چرا؟ چون اگه سوال کردن جواب مهم نیست. چرا؟ چون نظر خودشون مهمه. اصلا نظر تو مهم نیست. پس تو باید ازشون سوال کنی. یعنی اگه یه وقت هوس کردی حرف بزنی، حرفایی رو میزنی که اونا دوست دارن بگن و روشون نمیشه بگن. حالا ببین آماده ای؟ میخوایم آموزش اولیه رو شروع کنیم. حالا یعنی خوانندگی اینقدر سخته؟ آره دیگه 3 تا پ میخواد. پارتی، پر روی، پول که تو هیچ کدومو نداری. مثلا آماده ای شروع کنیم؟ آره. حالا متری چند میخواد بخره؟ خیلی خوب دیگه چاره ای ندارم. به هر حال من میخوام اینجا رو بفروشم. فردا باهاش بونگا قرار بذارید بگید پول نقد همراهش باشه. من حتما میام. حالا تماس میگیرم. بفرمایید. هیچی پشیمون شدم. با اجازه. نه چرا؟ حتما کار دارن اومدن دیگه. میتونم کمکتون کنم؟ والا نمیدونم اینجا کسی هست که من باش بتونم کاری داشته باشم؟ با کی کار داشتین؟ شما میفهمین چی دارین میگین؟ نه یعنی آره البته میدونی چیه مهم اینه که شما میفهمی چی میگی. این مهمه. حالا کارتون رو بگی. به راستش من اومدم که اینجا لباس سفارش بدن. ببینید ما اینجا مردونه دوزی که نداریم.
هر چی داریم لباس عروسه و نامزدی. خب منم برای همین اومدم خدمتتون. پس کو عروس خانم؟ به راستش عروس خانم خواهرمه، ولی خب همه کاراش سپرده که من انجام بدم. خب به سلامتی، ایشالله قسمت خودتون بشه. ایشالله اگه شما قابل بدونید که ایشالله. خواهش میکنم. حالا برای کی میخوام؟ زمانش اصلا مهم نیست، یعنی فقط میخوام خوب باشه دیگه، چون خواهرم خیلی حساسه. پول مولش هم اصلا مهم نیست، چون بچه‌ها حساب میکنن. خیلی خوب، زودتر میگفتید. تشریف بیارید پایین، مدل‌ها رو بهتون نشون بدم. بفرمایید. عزیزم. دارید فکر میکنید؟ نه دارم نگاه میکنم. چشمتون که بسته است؟ آخه اینا نامحرمن یه ذره. خیالتون راحت باشه، مدل‌های ما همه خارجی هم. اشکالی نداره. اینا تلفن‌هاشونه اینجا؟ نه خیر، سایزشونه. شما اگه سایزشونو بگید من خودم بهتون کمک میکنم. اینا خوبن، اینا خیلی خوش تیپن. خواهرتون فریه؟ فری که نه، همینجوری مثل من موهاش صافه. منظورم سایزشونه، یعنی مناسب متعادل اندامشون. راستش میدونین چیه؟ این خود شما دیگه. واقعا؟ آره دیگه، اصلا شما فکر کنید مثلا خودتون میخواین بدوزید. میگی؟ پس بذارین کمکتون کنم. بایشون. الهه چرا برای آقا چایی آوردی؟ کاپوچینو دوست داری؟ نمیدونم، اینو باید از نزدیک ببینم. سلام بالا. زد؟ چیو؟ موخشو دیگه؟ آره زد. اسمس دست رسی؟ کدام اسمس؟ بابا من اسمس دادم به اون مفید زد. تا الان البته قرار مشتری رو بنز عقب. جونم مطمئنی؟ من تا به دروغ گفتم. بسه خدا قد نمک نریز. بریم الهه. کجا بریم؟ خب شما بریم، من خودم میارمش دیگه. واسه چی جمع می‌بندی؟ بعد نگذره. خودم می‌خوام این تازه اومدم واسهتون پیدا. زود بیا بیرون. خیلی خوب. بابا این خواهر چرا اینجوریه؟ چجوریه؟ ما فیلم پول ما قاطریم، احساسات نداریم. نگو تو آقا سنگدل من تو تو پیتزا درست کردم با خودی. درد نکنه. خانم یه لحظه ببخشید. شماره فیشتون چنده؟ این روش موه. منو چه؟ یه 2 تا پیتزا واسه خانم بزنید روش موه. روش موه؟ نه بابا کجاش موه؟ بهتون گفتم چند روز به هم وقت بدین پول. سعید هستم. سلام علیکم. بله خوبی؟ خوبی از خودتونه؟ مشکلی پیش اومده؟ نه هیچ مشکلی نیست. چرا من راستش اون سفارشی که به شما داده بودیم و خواستم یه ذره بجنبی فقط. حرف کار تو محل کار. مگه شما نمیبرید خونه؟ بعضی کارا رو میبرن خونه. شما که گفتید عجله ندارید. نه عجله بابا من که عجله ندارم، ولی خب خواهرم اینا دارن. به هر حال جوونم، من میترسم یه وقت خدای نکرده بلای سر خودشون بیارن. باشه چشم، سعی خودمو میکنم. امر دیگه نیست. فدات. فقط من میخوام زیاد خودتون خسته نکنین ها. یه وقت میترسم سوزنی چیزی بره تو انگشتتون، یه وقت خدای نکرده من اون موقع تا آخر اون خودمو نمیبخشم. شما نمیخواد نگران باشید. کار دیگه ای ندارید؟ نه دیگه نه. شما حالتون خوبه؟ شما مگه دکترید؟ نه دکتر. فقط یه خورده عصبی. خب یه ذره قدم بزنین خوب بشین. معمولا همین کارو میکنم. آفرین. خب حالا عرض ساندویچ خوردن و غذا خوردن اینا هم هستین؟ بعضی وقتا میرم رستوران. آفرین. خب حالا جیگر یه کاری بکنین که یه جوری قرار بزنین یکی از این بعضی وقتا من دعوتتون کنم، میشه؟ نمیدونم. به نظر خودتون میتونین این کارو بکنین؟ نه آره یعنی میتونم. بله فقط شما وقتشو تعیین بکنین. آخه میدونین چیه؟ من اصولا خیلی گرفتارم. همیشه هم سرم شلوغه. آخه حیف شد. نه حیف نشد، یعنی چشم. حالا تو این هفته شما یه وقتی تعیین بکنین، من دعوتتون میکنم تشریف بیارین. باشه، سعی میکنم تا هفته دیگه یه وقتی پیدا کنم. باشه. ساعت چند؟ پس زمانش با شما. امشب چطوره؟ نه امشب که نه. چرا همین امشب خوبه، چون به هر حال امشب هم جزو هفته دیگه حساب میشه. من میام دنبالتون. فدات شم. حال کردین چه جوری مخشو زدن؟
دقت کنیم ولی تو گام اول خوب بود. میری اونجا بهت منو رو میدن. بابا هیچ یه دفتر بهت میدن توش اسم غذا رو نمیشن سفارش میدی رو. این نباید سفارش بده که باید ببینه اون چی دلش میخواد. ممکنه گوشت قرمز باشه، ممکنه گوشت سفید باشه، ممکنه اصلا بگه من غذای دریایی میخوام یا اصلا بگه من ماهی میخوام. من ماهی حساسیتم. بابا چیزا رو در نیار. نمیخوام ماهی بخوری. خب آخه ببینم حالا بد میشه. میگم الاغ کوخانی نگونه. خب نبین. آره نمیشه که نبینه. الان باید مود اینه که توی ظرف غذا میخورن. اون باعث میشه به هم نزدیک بشن. چرا آدم تو میتونه به هم نزدیکه. حالا ببین پول بده. پول نداره میخواد غذا بگیره اونجا. پول چی؟ پول دیگه بابا میخواد بره اونجا سفارش بده پول میخواد. ای بابا همش پول. همین اول آخرام میده فقط قره رو میزنه. بگی همین چقدر؟ نیمرو هم نمیتونه بخوره. بده یکم دیگه. اینم تازه میتره خانم داده بود من لوازم آرایشی بخرم. آقا ولش کن ببین بده دو در نکن آقا جون. این همین نمیتونه خودش سفارش غذا بده. نه یا آب مدنی واسه خود بخره. تیری بیا بگو آب درمانی و اینا. خب تو نکنی یا گن نزنی یا اون گن نزن. برو چرا نمیری تماشا داشته باشی؟ عزیزم بریم که مولود ما رو میشناسه. یه راه داره. فهمیدم بیا بریم پیش مستان کارا. بیا. آره بدوید. گام دومه موفق باشی. عادی باشه. ببین میخوای عادی نباشه همونجوری باشه. نه حواسم از صبلا نمیکنه. بیا بفرمایید. سالاد خیلی خوشمزه. بفرمایید. آدم سه تو دهنت دیگه؟ نه پس چند تا پس؟ چند تا میخواد باشه؟ یه جبه دیگه. هستی تخصصتون چیه؟ حالا دامی. پزشک میام. بله دامی پزشک. کجا زندگی میکنی؟ حالا من جایی که ندارم. من زیر سایه شما. اختیار داریم. الان بر فضولی نشو. خونت کجاست؟ حالا من بچه بالام. بالا؟ بله منظورم بالا شهره. آرژانتین. آرژانتین که مرکزه که. نه آخه ما بالای اونجا میشیم. یعنی بالای مرکز. من شیفته این صداقت شما. مامانم همیشه میگفتش که مرد باید صادق باشه. خدا بیامرزتش اسمش هستی بود. اتفاقا منم مامانم هستی صدا میزنم. دور خوبه دوا. جدی میگم. یعنی هر وقت میرم خونه میگم مامان هستی؟ اوه ماهی هم سفارش شده. گفت به ماهی حساسیت داره. اوه یعنی چه نگرانی؟ آره دیگه نه. من عاشق کله ماهیم. الان شما هم دوست داری نه؟ نه من سیرم. کجا رفتی؟ انتخاب کردی؟ بله بفرمایید. دستشویی شما چی؟ من مثلا اون که دوستم سفارش داد بکنش تو توفق به سرش واسه که روی خیار شدم پوزه گوجه نریزه. دست شما در بکنم. سعید کجا گرمه جواب نمیدی؟ بالا بیاری. بخوای نخوای بالا میارم. نه غلامم این شکل کردیم خودتونو. خود چرا اینجوری شدی؟ قشنگ بالا آوردی؟ نه باید. خب بابا جون چیزی نیست که داری بخوای تلقین میکنی. یه برو کجا بریم؟ این بر نمیاد. ببین حالا ول کن تو این ریویری کلاس خصوصی گذاشتی براش؟ نه واسه ببین از دیافراگ که میگیم خوش
خوش به حالت، ولی من اینطوری نمیتونم. حال کردی؟ یا به کیسه صفران بود. حالا ولش کن بابا، دختر مردم شام آورد اینجا، بعد اونجا بخوره تو اینجا بخوری. بابا خب جلو این که نمیتونم بالا بیارم، باید بیام اینجا دیگه. ولش کن یا به صورتت بزن بهتر میشه. بیا اصلا نتونم جلوشو بگیرم. سعید نظری استفراغ پیشرفتت بشه. راست میگه، تو میدونی به خواستت برسی، میدونی. نه آره. شل کن شله زانو تو میگم. خب برای چی در میاری این 20 صاحبو؟ اصلا بالا بیارم روش کثیف شه دیگه. چه اصراری رو شلوارت بالا بیاری؟ بابا اینا زانو، اینا تواناییات استفاده کنه گاه تا میشه. رو شلوارت هم نمیریزه. آقا من اینجوری وجدانم راحت تر، شما چی میگی؟ آقا من معذرت میخوام، من مثلا برو قرمه وایسا. کجا رفته بودی؟ یخ که دهن افتاد. ماهی رو که نباید سرد خورد، ماهی رو باید گرم بخوریم. میخوریم؟ همون آدامسه؟ آره. پس چرا صداش اینجوری شده؟ با آب کیسه صفران قاچه شده، شل شده. چیزی نیست. چی کار کردی؟ تقصیر منو ببخش. نه ماهی. آقا جانم ببخشید شما با اونایی؟ بله. بلند شو ببینم، بلند شو. در بود آقا شدم، خوابم میاد بدجور. فکر کردی ما جغدیم؟ خب ما هم خوابمون میاد. مردی که روانی. چرا گذاشت شما رفتی؟ یعنی خب رفتم از دلش در بیارم دیگه. خب ولی از دماغ ما در آوردی. تا الان داشتیم به جای پول قطع شما ظرف می‌شستیم، فهمیدی؟ دیوونه تو نمیگی ما پول نداریم همجوری سرتون رو گاف میندازی میری پایین؟ بده من بقیه پولو میدم. کدوم پول؟ چی بقیه‌شو میگی؟ بده ببینم. بیا سرتون بخوره. بقیه‌اش کو؟ بقیه‌ش دیگه. لباس بازش کثیف شد، مجبور شدم دربست واسش بگیرم بره. چه غلطو. زیاد نداری؟ پول بعدی آب هوارم حساب کردم. ببینم تو ماشین رو قاشق ندیدی؟ چی؟ هیچی. ای بابا. ببین گند زدی، هم گند زدی، هم پولو دادی، هم ما رو به ظرف شستن انداختی. تازه خوانندگی هم پر خوابشو ببینی. اتفاقا داشتم خوابشو میدیدم. بله این بعد من این که فقط تو خواب ببینی. ببینم شاکی بود؟ کی؟ ملوک خانم. خیلی ولی وقتی شنید که من از ماهی بدم میاد و به روش نیاوردم خیلی ازم تشکر کرد. یه بار دیگه بگو. وقتی فهمید من از ماهی بدم میاد ولی به روش نیاوردم، اون جلوی من خورد. خب این خوبه که بابا صورتو نشستی تگری زدی نه؟ ببینم بازم باش قرار گذاشتی؟ آره فردا کافی شو. خوبه این دیگه کیه؟ با کلاف دادی تو. پول نمیخواد، پول مهمون من. برو تو، من نمیام. خیلی کار دوست قشنگ واسه تو تو اصل ها. بایدم خوشحال باشی. سلام. چجوری اومد الهام کو؟ الهام کو؟ اون بیچاره اونجا داره گریه میکنه، شما نشستین اینجا هر میخندید. چرا اونجا گریه میکنه؟ بیا تو گریه کنه. آقا سعید. بله. میتونم یک اشترام واسهتون بخونم؟ بله شعر میخونه عین موشک. به پاهای شتابون یهویی نرن رو صابون. 7 ساله فقط 2 بار منو بردی رستوران، اونم تو 1 ماه اول. خجالت نمیکشی با دوستات میری؟ اصلا چیزی از گلوت پایین رفت؟ چه سود میگذره. بابا من کوفتم نخوردم. خب میخوردی. یاد رفته همه کار به خاطر شماست. میخوای بیخیال شم ملک اونجا رو بفروشه، شما هم کارتون خواب بشین بیای وسط چوب شرطوری آقا واکنه با مغز بخوره اونجا، مغز بتره که نه. با چی؟ اون کلاه اینه که تو بردار. این دیوونه ها. اینه که روش میگه. ببینم یعنی تو واقعا همین کارا رو به خاطر ما کردی؟ با چی فکر کردی؟ فکر کنم قلابش به سعیدم گیر کرده.
تازه فردا کافی شاپ هم دعوتش کرده. مولوک. هیچ چیز این دنیا روی حساب کتاب نیست. هیچ. چرا اتفاقا هست. من و تو سواد خوندنشو نداریم. بیچاره. بابا کجا روی حساب کتابه؟ نه دیگه کی فکرشو میکرد؟ سعید چولمن، سعید عمه الان با یه دخی تو کافی شاپ بشینه قهوه اکسپرسو بخوره. اکسپرسو؟ حالا هر چی که هست من چه میدونم. دیگه هر چی نه دیگه، درستش یاد بگی جای میری درستش بگو. استرپسکسو. خب حالا ما اینجا باید بشینیم نون و خامه مصرف کنیم. نه فامیل دیگه. اون بخوره انگار قوممون داره میخوره. گفتی. بعدش هم خدا انقدر بزرگی، من میدونم یه روز یه وانت گوجه‌ای میگیریم رینگ اسپورت، زن و بچه رو می‌ریزیم 16 تا بچه پشت وانت ری بره دربند. آره بیا. نونه زیاد نیست؟ نه میدونه. ببینید من دلم میخواد هر چی که میبینین به من بگین. اصلا هم به این فکر نکنین ممکنه من یه وقت ناراحت بشم و راست خیالتون راحت باشه. اتفاقا من تو اون دوره‌ای که دیدم قسم جون مادر خوردم که فقط راستشو بگم. چه خوب. بگید اینجا چند تا راه وجود داره برای اینکه شما به آرزوهاتون برسید. چند تا؟ 15 تا. 15 تا؟ کمه؟ نه زیاده. اشکال نداره، عوضش همش بحث هست. فقط یه راه وجود داره، اونم یه مرد توشه. چه شکلیه؟ خیلی خوشتیپه، خوشگله، چیز جسارت نباشه تو مایه‌های خود منه. اسب؟ نه من منظورم این بود که اسب چی؟ اسب هم میبینی؟ آها بله، یعنی چجوری بگم، یه چیزی اینجا بود. من اول فکر کردم شمایی، ولی الان نگاه میکنم اینم اسب، شما نیستین. یه زدم چشش درشته، موجاش هم همجوری برگشته، اینجوری شکل اون سرنتیپیتی قبلا بود و اینا. البته من فکر کنم اسب آبیه چون یه ذره خیسه اینجا. خب تعبیرش چیه؟ خب تعبیرش اینه که چون اسب آبی زیر آب زندگی میکنه، شما برای رسیدن به آرزوهاتون یه ذره باید همچین زیرآبی. همین رو این تو نوشته؟ نه ننوشته، کشیده. دیگه چی نوشته؟ چی منظورم اینه که کشیده؟ راستش خب یه چیزایی نوشته منتها به خاطر حجب و حیا اینا من روم نمیشه بگم. یعنی خوب نگاه کن شاید بتونی بگی. چی موضوعاتون خلاف شد؟ شما اینجا چی میخوای؟ پولمو میخوام. پول نداری چکاتو پاس کنی اومدی قهوه خوری؟ معرفی نکردی اصلا شما کی هستی آقا شیکولو؟ با منی؟ نه با تو هم. با شانس آوردی با توی، چون اگه با من بودی اینجا حالیت میکردن. بشین فالتو بگی. اتفاقا میخوام پاشم حالتو بگیرم. مثلا میخوای چیکار کنی؟ آقا اجازه بده، من دارم با ایشون صحبت میکنم. ببین اگه تا قبل اینکه من اینا رو باز کنم از خانم عذرخواهی کردی وگرنه همینجا یه جور من با این آقایون اصلا مشکلی ندارم، خیلی هم دوستشون دارم، ولی خودتو یه جوری میزنم که همینجا کت و شلوارت پاره شه. وای چی شده؟ دعوا داره شروع میشه. آقا رفت اونجا ببینن. بده من چیزی. چیکار میکنی اینو تو؟ نمیخواد بری تو. این خوبه. خودت خواستی یا؟ مال این حرفا نیستی. آقا من گفتم با چی؟ ببین گنده اینجا زن و بچه نشسته، به جان آبجی کوچیکم یه کلمه بیادبیت دهنت در بیاد همچی با این میزفم میزنم تو مرازت که کف کنی. چی میگی بچه؟ من میگم نوکرتم، بچه پر رو بازم دیگه. سعید اینا با من چیه؟ نوکرتم میگم من باید میزنم دیگه، شما چرا؟ دستت بلاست. چرا از گوش کیپت خجالت بکش پرلو. کشتمش. زنگ بزنین 110 بیاد منو ببره زندان. اگر کشته باشینش دارتون میزنن ها. اشکال نداره بذاری دارم بزنم، من قاتل. حالا مطمئنین مرده؟ من چه میدونم، من که دکتر نیستم، اون خدا بیامرز بود. این خدا بیامرز الان کجاست؟ چه میدونم، اون نامزد دست و پا جلو دیگه خواهر دست با اون دوستش بردندش دیگه. مگه اونا اونجا بودن؟ ندونم یه از کجا پیدا شد. ببینم اونا از کجا هم دیگه رو میشناختن؟ من چه میدونم، شما اونجا بودین؟
نامزد توه، یعنی نباید بدونی با کی دوسته با کی دوست نیست. خب اینا که هنوز هم عروسی نکردن. تو حرف نزن بروجک. بریم. کجا؟ پیش اون شوهرت. مگه تو میدونی اون کجاست؟ پیداش کن. آقا جون خب یه جوری ما رفتار بکنیم که اصلا این کار اتفاقی نیفتاده. بابا مگه مغز خر خوردی؟ اون ستایی ما رو با هم دید. اونی که من میگم گوش کنی. میگیم دکتر سعید با سابکار ما دست به معامله‌های بزرگ میزدن. این آقا که 2 روز اومده اینجا دکتر مهندس بشه دست به معامله بزرگ بزنه، من اینجا خودم زایه کنم. نمیخوام. زایه چی خود؟ ببخشید تو همینجوری زایه هستی. خوب. اومد ملوکه. به به سلام علیکم. حال شما؟ برو کنار. مگه تریلی ایجا چرا خاطر از اینجا نامحرمه؟ میری کنار یا اون بلایی که سر اون آوردم سر تو بیارم. ترجیح میدم برم کنار. کجاست؟ دستشویی زنونه اون بره، مردونه مشرفش. کی؟ اولالا. وقتی من سوال میکنم فقط جواب میدی. داد که؟ کجاست؟ آقای دکتر تاجر سعید خان. آقای دکتر تاجر سعید خان دیگه که؟ بابا همون که داشت به خاطر شما دعوا میکرد ما جستیم تو دیگه کمکش. هم آقای دکتر از کجا میشناسینش؟ از اونجا. راستی با سابکار ما خب چه که 100 میلیونی داد، گفت ما ببریم بهش بدیم. آوردیم بهش بدیم که چه اون شهریون چه شهری شد یهو. بله. چکو بده ببینم. چک؟ یه لحظه اینا. دسته آخر گذاشتم تو جیب تو. نه بابا. آره. گذاشت تو جیب من؟ ببخشید. پشت. من میگم چرا تو دبا یارو دستش کرد تو شلوار من، نگو میخواست چکو بزنه که زده. زد. سلام. سلام. شما حالتون خوبه؟ خوبم. شما خوب این جایتون نشکسته؟ نه کردم من محکمم. نه یکم استراحت کنه خوب میشه دکتر. اینجا که خوب نیست. نه خوبه. از سرش هم زیادیه. چی خوبه؟ نه حالا بابا یه منظورم که جاش زیاده اینجا خوبه دیگه همینجا. بله منظورم که یکم استراحت کنه براش آژانس میگیریم میریم. ما یه تیله رو من حساب نکنید. پول مول خبری نیست. فقط بلدم ما رو بتیقن. وا چرا آژانس؟ مگه من خودم مردم. خودم میرسونمتون آقای دکتر. نه دکتر امانت حاجی پیش ماست. اگه صاحبکارا بفهمه شاکی میشه. چه لوس. یعنی به من اعتماد نداری؟ نه به ایشون اعتماد نداری. نه منظورش اینه که یه جانور مهمی مثل آقای دکتر اگه همراه شما باشن مسئولیت‌ها سنگین میشه، اون وقت اینجوری زحمت شما میشه. ما خودمون همینجا لازم نکرده دلتون بسوزه. شما رو که نمیخوام ببرم. منم با خودت ببر. آقای دکتر رو میخوام ببرم. آقای دکتر منزل کجاست؟ بالا. گفتم که من بچه بالام. آرژانتین. نه اونور یعنی نه کجا؟ قطعا این ضربه که تو سر آقای دکتر خورده باعث اختلال حواس و فراموشی شده. دکتر منو میشناسی؟ منم غلام. نه غلام. دیدی خواهش اشکال نداره، من آدرس میدم شما ببرینش. آره فکر خوبیه. پس من میرم تو ماشین منتظر میمونم. زود بیا. فقط اگه یه لحظه مردی بگی خودم میرم. ببخشید فکر میکنم تا حالا سوار همچین ماشینی نشده باشی. راستش من تا حالا سوار ماشینی که همچین راننده‌ای داشته باشه نشدم. چقدر رمانتیکی شما. چه؟ حالتون خوب نیست؟ میخوایم بریم درمونگاه بیمارستان نه اینجایی؟ لازم نیست. درسته شما ضربه دستتون خیلیه ولی من کلام صف مفته، یعنی از اون نازک نارنجیه نیستم. هستم نظرتون؟ نه الهی شکر. اگرم تا امروز اینجوری فکر میکردم با این بزنی که امروز رو انداختین دیگه نه اینجوری فکر نمیکنم. حالا اونا کی بودن؟ شرخن. آخرین باری که داشتم ازدواج میکردم رفته بودیم برای خرید طلا و سفارش شام مهمونی و این حرفا. اون آقای به ظاهر محترم گفت پول همراهم نیست. من ساده‌ام برداشتم دسته چکم و تمام امضا سپردم به آقا. فکر میکنین چیکار کرد؟ شب عقد نیومد و مارم غال گذاشت. بقیه‌اش هم دیگه خودتون حدس بزنین دیگه. بعدم که چکار داده دست این شهرخرا خریت کرد. معلومه. اون اگه بفهمه دختر عروسی کرده اون برام خواننده شدنش الکیا سکته میده میکنه شهر میشه واسمونا. بابا این دختر شوهر کرده به تو چه ربطی داره؟ اینا اگه خواننده شد نشد به همین پایه. آقا الان بحث اینا نیست که شلوغش میکنی. بعد من کف دستم بو کرده بودم. من از کجا بدونم که این خانم محترم 2 روز عاشق این مشنگ میشه؟
بفرمایید. اینجاست؟ ناقابله، بفرمایید. بله. چند متره؟ راستش چند باری خواستم مترش کنم ولی خب هر دفعه کار پیش اومده نشده. آخه آره. تنهایی نمیترسی؟ چرا؟ خیلی وحشتناکه. میترسم. درک میکنم. من هم مثل شما میدونم تنهایی چی میکشی. نه من اصلا چیزی نمیکشم، یعنی اهل سیگار میگارم نیستم. من منظورم تنهایی بود. آره اونو هست ولی خب یه جورایی خودم رو سرگرم میکنم دیگه. مثلا چه جوری؟ خب من یه تحصیلایی دارم، گاهی وقت خوانندگی میکنم. یعنی شما هم تاجر دکتر سعیدین هم خواننده؟ حالا اوناش زیاد جدی نیست، من بیشتر خوانندگی دوست دارم که هنوز نشده. انقدر دوست دارم صداتون رو بشنوم. منتظر شادیم، مسافر قایق بادیم. نه اینجوری نه. پس واجب شد حتما یه شب دعوتتون کنم. نه دیگه این دفعه نوبت منه. امروز که دماغتون در نه میکروفون میخواد، وسیله میخواد، چیز خیلی میخواد. یعنی همه اینا رو این تو داری؟ بله. میشه بگی چی شده؟ من که نمیفهمم. دفعه اولت که نیست. هیچ وقت حرف منو نمیفهمی. مهمونی امشبو میگم. مهمونی؟ کدوم مهمونی؟ منو چرا دروغ نگو که میام اونجا هر چی دیدی از چش خودت دیدی ها. خب باور کن من نمیدونم من کدوم مهمونی میگی. نمیدونی مهمونی چیه؟ حشمت آراش توضیح بده مهمونی چیه. حشمت نه کیار است. بله مهمونی مکانیه که چند نفر دور هم جمع میشن و در آنجا به شادی میپردازن. بعضی از اونها ساکتن و بعضی از اونها با حرکات موزون مشغول به حرکت میشن. آقا 2 دقیقه خفه شده که دارم حرف میزنم. وقتی با من حرف میزنی با کسی دیگه حرف نزن. تو هم دست نزن دیگه. همون غلام بود گفتم خفه شه. دیدی اونم از من برات مهمتره. دست به یکی کردین دروغ دون تحویل من بده 7 سال دیگه سر کار بمونم. آره بس نیست. باور کن من نمیدونم از چی صحبت میکنی الی جان. مهمونی امشب آقا سعید گرفتن منزل حاجی. نمیدونی؟ سلام. قطع کن من بهت زنگ میزنم. تو رفتی چه غلطی کردی؟ ای بابا خیالت راحت، حواسم جمعه، من ندید وقتی رفتم اومد. مهمونی رو میگم. آقا میخواد صدای منو بشنوه، میخواد بیاد خونه. خیالتون راحت باشه، من همین امروز فردا خجالت همتون در میاد. تو مثل اینکه باور شده خونه مال توئه نه؟ مثلا دیگه پس چرا رفتی همه رو دعوت کردی؟ خب با اون خانومه که من نمی‌تونم تو خونه تنها باشم، زشت بود. راست میگه دیگه، معصیت داره دختر و پسر توی خونه. اصلا بابا فهمید تا نفهمید. من نفهمیدم. برو ماشون بیار اصلا. برش کن بابا. حالا خوبه فهمیدیم ما چی دعوا می‌کنه، خودمون مهمون خوش بگذرونیم دیگه. آقا هر کاری می‌کنیم بکنیم، ولی من پامو تو مهمونی نمیذارم. فهمیدی؟ بفرمایید تو. فقط همین نیست، کلی جا داره، یعنی یه طبقه بالاست، 2 تا پایین، اصلا خیلی جای درندش تو. خیلی قشنگه. بله. من واقعا از سلیقتون خوشم اومد. آوانگارده. آره. ببینم باربیکیو هم دارین؟ بله اونم داریم، منتها از اینجا دیده نمیشه، یعنی باید بریم تو ایوون، از اونجا تمام شهر زیر پاتونه. نه بزن به افتخاره. بازم پیتزا؟ مگه پول داشتم بگیر از این چیز دیگه بگیرم؟ بعد نکنه شما باورتون شده جدی مهمون تاجر دکتر سعیدین؟ چقدر بیادب شدی امشب، زشتی. ببین امشب من اصلا حوصله ندارم، پس با من حرف نزن. تو هیچ وقت حوصله من نداری، این که چیز جدیدی نیست. بابا من یه غلطی کردم، مثل خر توش موندم. خیلی سلام خواستم یه کاری کنم شما رو از خیاطخونه بیرون نندازن. حالا اگه حاجی بیاد بفهمه با تیپا هممون رو کنگه بکن بیرون میریزه. اون وقت داریم کارتون خواب بشین. پس جعبه‌هاشو نگه دار. به چه دردت میخوره؟ کارتون خواب شدیم میخوابیم روش. فکر کرد راه حل ارائه داد. آدم بیرون روی میگیره اینو از همینقدر تعریف میکنن. یاد بگیر. میمیری تو حرف نزنی نه زلزله میاد، نه سیل میشه، نه سونامی میشه. بازم دعوا تو شد. جاسوسی‌جی هم باید توضیح بدی. بابا این خواهر جوانی ها. درست صحبت کن. یخچال چی دارم؟ نه جلو چرا؟ خونه میگی من در یخچال رو وا کنم ناگهان سوز بخوری و سرما میخوری. نه ببینیم چی دارم. چقدر خوشمزه بود. من تا حالا همچین چیزی البته همه موادش آقالم تهیه کرده.
دست شما هم درد نکنه. آفرین. نه حالا مهم نیست موادش از کجا آمده. خیلی مهمه. مهم اینه که امشب می‌خواستم راجع به آقا سعید خودمون یه توضیحاتی من عرض کنم خدمت. منظورشون تاجر دکتر سعید البته. نه اتفاقا راجع به آقا سعید، یعنی سعید خودمون. منم موافقم. تاجر دکتر سعید خیلی سخته. اگه اجازه بدین بگیم همون آقا سعید. باشه. بله ولی این آقا سعید ما اون چیزی که یعنی اونجوری که شما فکر می‌کنین نیست. موافقم. این آقا سعید خیلی خاکیه. خیلی هم با نمکه. ولی به ما قول داده بودن امشب برامون بخونن. همه کاری کردین الا اینکه بخونین. پس بزن به افتخارش. نزنین. آقا سعید میخونن، خوبم میخونن، ولی اجازه بدین یه چیز مهمی راجبش می‌خواستم بگم. من دیگه طاقت ندارم. اولیشون میخونن بعد هر چی دلتون خواست بگین. بله مهمه بعد شما بگین. نه اول میخونن. مهمه. چی میخوای؟ من اینجا باد خورد، دفترم افتاد اینجا، اومدم برش دارم. آهنگای مستعجل مراتب جهت آشنایی شما با آهنگای مستعجل. چیکار داری می‌کنی؟ بداش اومده. بله. نوایی. یکی به من بگه اینجا چه خبره؟ سلام آقا. سلام و زهر مار، میگم اینجا چه خبره؟ یه لحظه ببخشید. هیچ چیزی آقا تو به این همه فسق و فجور میگی هیچی؟ درست میگه حاجی. این یه جلسه معرفی با آشنایی موزیکای مستعجل مفتضح بود و ترویج موزیک عرفانی. نوایی. جمع کنین مسخره بازی‌ها رو. یکی به منم بگه اینجا چه خبره؟ خانم از شما بعیده، بفرمایید بیرون. آقا حواستون باشه شما اینجا مهمونید ولی حواستون باشه دیگه نبینم با این خانم اینجوری حرف بزنید. ببخشید جناب عالی. مگه شما هم دیگه رو نمیشناسین؟ نه والا من دفعه اول این آقا رو دارم میبینم. ببخشید بنده تاجر دکتر سعید هستم. الان داشتم به افتخار این خانم آواز میخوندم که شما همینجوری این چیز سرتون انداختین اومدین بالا. شما خودتون رو معرفی کنید ببینیم کی هستین. بفرما آقا منوچهر، تحویل بگیر. به این آقای خوشمزه بفهمون، حالی کن که من کی هستم. چشم. ایشون نه من میخوام خودش حرف بزنه. میخوام بگم دیگه. آقا ول کن دیگه. من میخوام ببینم اصلا خودش وجودشو داره حرف بزنه. آقا جان همونو میخوام بگم دیگه. ایشون حاج آقا رئیس بنده صاحب همین خونه این که ما مزاحم شدیم اومدیم. همینجا؟ بله همین خونه. آقا بله ایشون هم متاسفانه پسرعمه بنده، غلام شما، خاک پای شما، الاغ شما. بله. چی دارین میگین شما؟ یعنی تو این مدت منو مسخره کرده بودین؟ من ساده رو بگو که فکر کردم تو با بقیه فرق کنی. فکر کردم آدمی. نه بابا من بابا حالا اون سر نکره تو بل نده. شما خیال کردیم ما که خیال نکردیم جلو اینجوری حرف میزنیم. خب من می‌خواستم همه چیزو به شما بعد شام بگم، شما اجازه ندادین. درسته الهام؟ آره. میگه درسته. کاش با همون گلدون همچین زده بودم تو ملاجت که میمردی. اجازه بده یه لحظه مولوک خانم اجازه بدین. من این کارا رو کردم بابا واسه اینکه به آرزوام برسم. بعدم اینا گفتن دروغ بگو. همین آقا اون یه چیزی بگو خواننده بشه. ما هم گفتیم اگه این حرفا رو به شما بزنیم اون شاید به آرزوش برسه. حاجا همین بود جانم. بابا به خود شما داشتیم کارگاه رو میفروختی. ما هم هیچ جایی نداشتیم بریم زندگی کنیم. آخه چرا مجبور شدیم. نمیدونستیم آخرش اینجوری. چی شد واسه ببینم این چی گفت؟ ولش کن. واسه ببینم. من خیال کردم شما همه این کارا رو به خاطر من کردین ولی منم پس دست جمعی توطئه کردی. از نبود من سوء استفاده کردی. به حرمت این سالایی که برام کار کردین تا فردا 10 صبح وقت دارین که وسایلتون رو جمع کنین و برین. دیگه هم نمیخوام ریختتون رو ببینم.
ادامه یقه گیریتونم بیرون. بفرمایید. خیلی نامردی، خیلی. چشم. سعید بس دیگه خراب شد. آخه گوش کن تو من چی میگم. شما وایسه باش، کار دارم. جانم شما. اولا کلید. بفرما آقا سالم سالم. دوما فردا ساعت 8 صبح که اومدم مغازه میخوام هیچ اثری از شما و این پسرعموی فاسد فاجرت نباشه. پسرعموی چی؟ پسرعموی فاسد فاجر وقی. خوب شد؟ حاج آقا منم با شما یه حرفایی دارم بعدم میگم. 8 صبح. چشم. حالا به فرض که ما با مزبون پسر شما ور رفتیم، توی این مدت اینا ما کار خوب کردیم تو یه الف بچه لازم نکرد به من درس اخلاق بدی. من توی این خونه نماز میخونم. با وجود آدمی مثل تو باید کل این خونه رو غسل کنم. پسرعموی فاسد فاجر وقیح ابله. با سعید خانم بهش. سعید واسه بابا نامرد برو. شما کجا بابا؟ دیر وقت حساب کنید با الهام باهاتون بیایم. لازم نکرده. شما برید نقشه بکشید یکی دیگر رو مسخره کنید. من بلدم از خودم مراقبت کنم. ما من اگه میخوایم باهاتون بیایم میخوایم شما مراقب ما باشین دیگه. بازم داری منو مسخره میکنی. شما با احساسات من بازی کردی. وایسا. بابا اینقدر با احساسات ما بازی شده که غلط بکنی با احساس کسی بازی کنی. اگه الان اومدم اینجا می‌خواستم بگم اون سعید بدبخت تقصیر نداشت. یعنی هیچ کس مقصر نیست. بابا همش نقشه من بود. اما فکر می‌کردم آخرش اونجوری که می‌خوام تموم میشه. ولی دیدی که بازم ما باختیم. فقط شما حتی یه لحظه هم به من فکر نکردین. دنیا عوض شده. جای اینکه شما به ما فکر کنیم ما باید به شما فکر می‌کردیم. پس 2 دقیقه واسه به حرفام گوش کن، بعد هر چه خواستی برو. چطوری میتونستیم به تو فکر کنیم وقتی نمیدونیم از فردا کجا می‌خوایم بخوابیم؟ اگه ما مجبور شدیم دروغ بگیم فقط به خاطر یه لقمه نون بود، برای یه جای خوابیدن، برای استم آرزویی که شاید برای شما مسخره باشه. چجوری میتونستیم به تو فکر کنیم وقتی سعید به هیچ کدوم از آرزوهاش نرسید؟ الکم بابا بیا بریم. حاجی چند میگه شب اینجا رو. یا حالا کجا رفته؟ برو دنبالش که جایی رو بلد نیست. صبر کن. یه چیزایی دستگیرم شد. یه فرصت دیگه بهتون میدم. برو دنبالش. سلام. تا حالا شمردی شما؟ دفعه آخر تا 1359 تاشو شمردم. آخه بابای منیجی گیر داده بود که مهریش باید اینقدر باشه. وقتی شمردم تازه فهمیدم شمردنش هم خسته هم بکنه، چه برسه به اینکه بخوام این همه سکه بخرم. تو چی؟ من نه ما یه علافم. ما یه ستاره هم تو آسمون ندارم، چرا باید بشمارم؟ ولی دیدی بعضیا 7 دارن شدن عین خرس. کوچیک بزرگ، دب اکبر، دب اصغر، اوناش فکر کنم اونجا باشه دیگه. تقریبا من فردا برمیگردم. شاید دیگه نباید با آرزوام فکر کنم. سعید باور کن من فکر نمی‌کردم به اینجا بکشه. من همه این کارا رو به عشق خوانندگی کردم. حالا که نشده فقط میمونه منیژه. آره بابا من که به آرزوم نرسیدم، تو هم نرسیدی. خدا کنه اون به آرزوش رسیده باشه دیگه. رسیده باشه؟ نه نتونستم بهت بگم. میدونی عمه زنگ زد گفت که امشب عروسی اونه منیژه. الانم فکر میکنم به آرزوش رسیده. عروسا اومدن.
همتون خوش اومدین. مخصوصا خانده الهه خانم. بمونه خواهرم با هم. خب هیچی جا داره اینجا از کسی که با اسپانیا این امر خیر شد لااقل من و الهام خانومو بعد از 7 سال راهی خونه زندگی کرد تشکر کنم. حاجا بزن به افتخارش کف دستی قشنگه رو. بله. خب اجازه بدید من از پدر داماد بزرگ این جمع حق پدری برای من آقالام خیلی دارن. نه خیر مادرشون حق پدری به گردن من دارن. بله به افتخار آقا برا. آقا برا آماده کردیم برا. خوشحاله خوشحال‌تر باید مانو کنه. ببخشید میگه برای پاتختی بیاین پول همه این چیزایی که خوردین اونجا. LSD تلویزیون LCD اتو کادو من این ارگی بالغ نینه با خار مادرتون بیاین چون اونجا زنونه است. عوض میخوام. میگه عوض میخوام. موز اون طرفه موز ببود. حالا ما هم برای شما یه هدیه داریم. یه شعر از الهه جاوید خواهر خانوم مال منه میدونم. خب و با صدای پسرعمه عزیزمون سعید. بزن به افتخار تلت پسر خالمون کف دست قشنگه رو.